سلام بچه ها. بایستا من دوباره اومدیم با قسمت دوم مایکرافت سوروایوال اما بلیز کرافت همراه آتنا. سلام آتنا. دوباره اومدیم برای قسمت دوم. بریم. قراره که بریم یکم آهن همونو زیادتر زامبی اون زامبی نه اسکلتون زامبی وای عنکبوت من از اینا بایم من میرم غذا پیدا کردم. حالم شد دو. لالا تو چنده؟ دو. آی چقدر عنکبوت اومده. من از اینا بدم میاد. پرهام نه اینجا هیچی نیست. خبری از آهن نیست. وایسا گاو منی تو. گاو منی. زغال پیدا کردم. بیا اینجا. من در اتفاق منفی هزار دوباره میرسیم اون دفعه که بس شده بودی میفتی توی موزا. افتاده بود توی موزا. خاطرات خوش رو بیان کن. خاطرات کجا می خب بریم اون چیه؟ تویی؟ بله این چیه دیگه؟ منم زبان میکنم. منم دنبال آهن. این درسته با این کندم. بله من از اینا سردم ای آهن پیدا کردی؟ بله بایستا من چیکار میکنی؟ از اینا خیلی بدم میاد. تو چراغ نداری؟ مرسی. آهن من پیدا کردم دارم من پیدا کردم. آره برو اونجا بره من گفتم من 2 ساعت اونجا دارم چیکار میکنم برزه داری حتما دارم چون میکنم. زغال صدای داریم اسکلتون میاد. زغال داریم آره بفرستم 16 تا. به هم بده تا باشم درست کنم. الان بهت میدم. ببر هست دوباره بکنم. نه اینم خیلی بریم از این طرف که پرهام اینجا هیچی نمونده. من مونده ببین وادی رو دارم اینجا یادتون میاد در پارت قبل آتنا داشت میافتن اینجا یه قاره دیگه پیدا کردم ولی نمیتونم برم توش چون کجا؟ خیلی تاریکه. من شم در من رفتم. رفتی؟ آهن اونجا نیست. پیدا کردی؟ اینجایی پرهام؟ کجایی؟
پیدا کرد. ببخشید. چی میزنم؟ ببخشید. نه واقعا خوش بینام. آره همون چی علم؟ منم. ها برسیده. ببخشید بچه ها یه صحنه های. خب غذا هم هست ولی سورو نکریا. چند نه دانه؟ نه من انداختم برات. ببخشید بچه ها داشتیم مادرم اومد و دیگه یه صحناتی رو دیدیم. خب غذا رو چی نیست مادرش دیگه چیزی نیست. نمیخوره. آره برام بنداز غذا. نون دادی بهم. بریم میگفتم چیه منو میزنه. خب یادم نبود گوشنم بوده. زغال اینجا ها نزدیکه دیگه نمیتونیم بگیم. اینجا خیلی زغال داره ولی آهن کم. نه آهن داره. این دوباره آهن داره. وای دو تا دیگه خوشی کندم. آتنا از دست دادیم بچه ها و در خانه اسپانی شود. هیچی ندارم. واقعی ندارم. اول باید موضوع رو خط کنیم بعدش بریم. این کار درست نیست. نه با سر برید. خب چی نمیدونستم دیگه. چیه خودت هم یه بار افتادی. من افتادم ولی یه قانون رو زیر پا گذاشتم ولی تو قانون رو زیر پا نگذاشتی که رفتی توش. خوب کشتم. مرغ من نمیام اونجا مزابه ندارم. بریم خونه. بریم که خودمون آهنی. البته بیا وایسا این مرغه رو بمیره. خب الان غذا داریم. چی شده؟ باید بریم توی کارم بگردیم و مزابه کجاست؟ مزابه رو خاموش کرد. من اصلا کلنگ ندارم. کلنگ نداری؟ کلنگ ندارم مجبورم با دست. نه دست نکن. اینو بگیر. این کلنگ وسایل آهنی هم از دست داد. آره حواست داشت که این آهن ها رو از دست ندیم. کمبود آهن بسیار زیاده. پرهام تو چراغ داری؟ بیا پیش من چراغ رو بیار. بیا اینجا آهن هست ولی مال منه. من میشکنم. تو یه طرفشو بکنم. چرا منو میزنی؟ ببخشید. دو تا دارم. من 32 تا. بیا دیگه بریم خونه. زغال چرا به هم زغال نمیدی؟ تو نمیدی. بکن ندارم. مال منه. من دنبال آهن و چوبا. این زغال آهن میکنی شاید پشتش آهن باشه. منطقی نیست. شاید اینجا کجاست دیگه؟ خانه است درستش کردم. مزابه اینجا بود؟ کدوم موضوع؟ خب دیگه اینجا میتونم. من رفتم بالا. چرا؟ تو رو پیدا نکردم. وای منم فعلا گیر کردم در اما. کجا
پرهام دارم میام. نیستی من رفتم بیرون دوباره. این چیه بابا تو نیستی؟ من میرم خونه. چیزی نیست تو میره. گوسفند دیدم. نه لازم نداره. روز اولی که میخواد گوسفند بکشه. روز اولی که بکشه چیه؟ لحجه کردی همیشه هست بچه ها. من کرافتینگ تیبل رو جا گذاشتیم اونجا. اشکال نداره برای کرافتینگ تیبل برگردیم اول باش. خب بریم خونه تازمون. نگام کن اینجا جا گذاشتیم. اونجا آره بکنم بیاد آهنامونو سکوندم. خب تو حق میتونی تو گوش نده. منم 2 تاش میمونه. یه مرغ دارم اونو میخورم. مرغی چی شد؟ باید یه چیزی بذاری زیرش. چی بزنم؟ کرافتینگ تیبل کرافتینگ واسه من میذارم. ستای دیگه آهنم. 2 تا آهن دارم من. خسته نباشی. بذار تو یکی از گازها. مرغ خوردم. خوب شدم. 7 تا آهنم داریم. خوبه فول آهنی شدیم. کرافتینگ تیبل رو گذاشتم. اینم از آهنم. 2 تا گوشتم گذاشتم. فقط کلم آهن پیدا کنم زیاد میبرم. حتی نه یه لحظه نگاه کن. چرا؟ فول آهنی شده. چرا کلم میکنی؟ حالا برای تو هم لباس درست کنم. آهنمونو از دست بدیم. ده همین کاره ما رفتیم این آهنه رو بیاریم که زره درست کنیم. این زره ها باعث میشه که دیر بمیم. یعنی نباید از دستشون. بسا برم. لباسم هیچی تنم نیست. لباسه داخل سوخت توی مزار. فعلا این 2 تیکه رو بگی. آهن چی میشه؟ آهنم میسوزه؟ حالا همه چی توی مزار. اینا رو فعلا تنف کن. اصلا به هم نمیاد. بخوابیم دیگه. بایسته اینم لئولم شد 1 2 بود. مال تو چنده؟ برای آهن گریم نمی‌کنم من 4. بیا دیگه بخواب. دارم برای تو لباس درست. لباس درست می‌کنی؟ این 2 تیکه لباس باید. این چیه؟ اینم هست. تنم کردم. خیلی ممنون. فود آهن شدیم بخوابیم و به نظرم صداش نمیره از اینجا. بریم دوباره با کندن زمین. اسکلتون. وایسا دیگه وقتی ویدیو تموم شد داری چیکار؟ وایسا بریم بیرون توی خونه خداحافظی کن. خب بچه ها این قسمت هم اینجا همون پارت 2 هم به پایان رسید. امروز تونستیم خودمون رو فول آیرونی بکنیم یا هم فول آهنی خودمون. تا ویدیوی بعد خدا نگهدار. خداحافظ.